با سلام خدمت شما عزیزان و همراهان همراه. بحث ما امروز بحث محور خودشناسی نیست. اصلا این فکر رو نکنید که ما 1% هم راجع به کسی و شخص خاصی صحبتی یا برداشت خاصی داریم. پلنگی، گربه، سگی خاصی که دنبال کسی نیست و از این نوع گفتارها و از این نوع برخوردها در جامعه نوجوانها و در علم پزشکی در روان بسیار رایج و کاربردیه. من همین نوجوانم مثل بقیه نوجوانام که تو سن بلوغ بودم و به اذن خدا ازش گذشتم. شروع میکنیم. این مداد معمولی شروع کنم. شایدم با B12 شروع کنم. تخت شاسیمو نیاوردم، حالشو نداشتم حقیقتش. کاغذها رو زمینم پام گیر کرد. دقت کنید دوستان، من چون که میخوام مروری بر خاطرات گذشته طراحی خودم داشته باشم، از صفر و از پایه و از مقدماتی ترین کارها شروع میکنم. همین برگه لازم نیست بریم برگه جدید بیاریم، همین برگه رو پشتشون میکنیم و یه چهره میکشیم، هر چهره ای. انگار میبینید راست بلند شدم برای اینکه هر آدمی که استاده پای تابلو و بوم خودش در فیلم ها و در کارها راست با وایساده و در کتابی هم نوشته شده که اگه میخوای واقعا یک استاد موفق باشی باید مثل استادا رفتار کنی. یک شاگرد باشی باید استاد باشی، مثل استادا رفتار کنی و قلم رو مثل یک استاد ماهر بگیری و بکشی. حالا چه بوکسر، چه ورزشکار یا هر ورزش گیری، چه کشتیگیر، چه راننده، چه هر ورزشکار دیگه ای که من نمیخوام دیگه از این هم چهرهش.